هرات یا اصفهان، کدامش هنرمندتر است؟ اگر یک مسابقه هنری بین هرات افغانستان و اصفهان ایران برگزار شود، فکر میکنی کدامش برنده میشه؟ از یک سو هرات مینیاتورهای جاودان و نگارگری‌های ظریف شب بر رخ میکشد. در سمت مقابل اصفهان با معماری باشکوه صفوی خودنمایی میکنه. هرات میگه مزادگاه خوشنویسی هستم. اصفهان جواب میده مهد معماری هستم و نصف جهان میخوانندم. اصفهان میگه من خیال مینوازم با سنتور. هرات میگه از دل من نغمه های رباب میخیزن که زخمه هایش دلها را عاشق میکنه. اما یک چیز است که این رقابت به نتیجه میسازه. نگارگری در هرات با همو عشق رنگ میگیره که خطاطی در اصفهان نوشته میشه. در هر دو زنانی هستند که با دستانشان قالین هایی میبافن از نقش رویا، صلح و خاطره. هر دو میزبان هنرمندانی بودند که با هنرشان تاریخ زنده نگه داشتند. این شباهت های اتفاقی نیستند. ما از یک فرهنگ آمده ایم. فرهنگی که در رنگ، نغمه و نقش خودش را تکرار میکنه. وقتی هنر گپ میزنه رقابت به معنا میشه و فقط زیبایی باقی میمانه. مرزها روی نقشند ولی هنر همیشه به مرز بوده است.